السلام علیکم دوملای عزیز. برای 7 سری سال به ما میفهموندید 7 سری سال اینا در یگان حدیث پیغمبر خدا آمدگی نیستند. اگرچه از اولادای پیغمبر خدا بسیاری ذاتها گذشتند، شهید شدند، لکن در یگان حدیث نیامده است که اونها رفتن در اونجا 7 کرده باشند، 40 کرده باشند، یا سال کرده باشند، یا 6 ماه کرده باشند. اینا از اسلام نیستند. برادر عزیز، کدومید که ژیلوتکا کسالای برای ژیلوتکا میخواین انا بگیریم برادر جون، اینمیش بهترین شای دیدیم برادر عزیز. زورای مقصد اینو پروستاتاگ نیستم برادر عزیز. доруҳои гиёҳии ширкати шифофармо муроҷиат мекунам. аз 12 гиёҳ тайёр шудагиай результати хуб дора, яъне нафароне ки шаб пешоб мекунанд барои ҳамино дахл дора. аз синни 3 сола то 65 сола. доставкаи бепул ба ҳамаи шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bachcha ko'zga граница اومدیم. چه گذشته بچه هاشا؟ Короче, nem bachcha pasport نداشت داشتیم توش چیزا بود. نه بچه اینم بچه که حوض اومدیم الحمدلله پیش مترو کاترین ده اما انشالله با هم خود دوال نیاید. 7 سری سال اینا در یگان حدیث پیغمبر خدا آمدگی نیستند. اگرچه از اولادای پیغمبر خدا بسیاری ذاتها گذشتند، شهید شدند، لکن در یگان حدیث نیامده است که اونها رفتن در اونجا 7 کرده باشند، 40 کرده باشند، یا سال کرده باشند، یا 6 ماه کرده باشند. اینا از اسلام نیستند. فقط اسلام ما و شما به خیر احسان ما و شما را دعوت میکند همین هم شرایط داشته باشید. کدام روزی که دست ما و شما میرسد برای روح ارواح ما و شما همون روز رخصت است. جدا نکنین. حتی صاحب خلاصه، کتاب خلاصه کتاب مذهبی است. کتاب خلاصه کتاب مذهبی است. پیرو ابو حنیفه است. صاحب ابو حنیفه در مذهب دارد. همون صاحب خلاصه هم چی میگه؟ کسی که اگر معرکه میکند به نام 40، به نام 7، به نام سال، همون معرکش مکروه است. نام نگذارد میگه، فقط بگه در راه خدا هست، برای روحانیت است، فقط با دستش برسد. یک برادر ما برای گذرانیدن یک معرکه داشته است. از ما بسیار خواهش کردند و اینجا یک مکتوبم به دستشان آوردن که من با او واخوری کرده میتوانم نمیتوانم. همین مکتوب مرا جوابش گردان. جواب همین مکتوب مرا میگردانی و با من وعده میدهی که در معرکه من اشتراک میکنی یا نمیکنی و دیگر آن مکانی که زندگی میکند دیگر من نام نمیبرم، زیرا شاید اینجا بعد تمام مکتوب یگان سخنی میبراید تا که همون پیشواهایی که الحال اینجا یاد شده است اونها مثال نرنجند. و این خاطر خواستم سوال این برادر را جواب میگویم و جمعه آینده انشاءالله من به شما موضوعهایی که داریم باز آغاز می شود. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. داملای محترم، من شما را بسیار دوست می دارم، لکن یک چیز مرا بسیار ناراحت می کند. می خواهم شما را در توی خودم بیارم، لکن ملاهای ما را نمی مانند. می گویند که اینجا ملا نیست که از کلاب ملا میاری و می گویند که ملای بیار که ایشان زاده باشد تا که در این خانه برکات شود. داملا شما ایشان هستید یا نه؟ من شما را میخواهم. چی کار کنم؟ اگر گویم که حاجی مرزا ایشان هست آیا دروغگو هستم؟ من خودم ایشان نیستم. دویم سوال، آیا حضرت عمر مینوش بود یا نه؟ این سوال نزدیکی من 1 هفته پیش در حصار بودم.
اونجا هم همین سوال شد که وقتی ما میخواهیم شما را در معرکه خودمان حاضر کنیم، پیشواها ما نمیگذارند که شما در معرکه های ما اشتراک کنید. راستی با ما جواب شد که در اونجا گفتیم معرکه ختنه بود. اونجا ما جواب گفتیم، جواب مناسب گفتیم. شاید که آنها خواستند که ما عصبانی شویم، لیکن من آدم عصبانی نیستم. ما آدم عصبانی نیستم. من شکر کتاب صبر بسیار خوب خواندگی هستم و صبر برای خودم بسیار پیشه کردگی هستم. هر مشکلاتی که بالا می آید والله که فقط صبر میکنیم. ان الله مع الصابرین است. این برادر ما را دوست نمی دارد، بلکه اینا سخن خدا و پیغمبر را دوست می دارد. اینا می خواهند که در مجلس هاشون صحبت های شود که مردم از اونجا فایده گیرند. به این خاطر است پیشواها نمی مانند. لیکن این برادر می گوید من ایشان نیستم. خیلی مادام ایشان نباشی، شخصی را بر که ایشان نباشد. ایشان باشی، خیلی ایشان ببر. راستی بار اگر منم که ورق زنم تاریخ حیات خود ما یا تاریخ گویم گذشتگان ما نیز از جمله همون سیدزاده ها و ایشان ها هستیم. لیکن والله که تا امروز من همین ایشانی و سیدزادگی را برای خود مایه افتخار قرار ندادم که من فلانی هستم. زیرا که مرا آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم نگذاشت که ما دعوای ایشانی و سیدزادگی کنیم. نگذاشت. این آیت ها پیش راه ما را گرفت و گفت اگر تو دعوای ایشانی و سیدزادگی کنی تو غلط کردگی هستی. به این خاطر من این دعوا نکردم. من صدقه همون ایشانی می شوم که در اصل پیرو آیت قرآن و پیرو احادیث های رسول اکرم باشد. ایشان باشی، دعوای سیدزادگی کنی، دعوای گویم که نبیره های پیغمبر کنی، لیکن یک گویم که کینه داشته باشی، حسد داشته باشی، آخی ایشان زادگی و سیدزادگی برای تو هیچ منفعت نمی بخشد. حبیب خدا حسد نداشتند، حبیب خدا کینه نداشتند. حبیب خدا حضرت بلال که از حبشیستان بودن دوستش می داشتند. از حبشیستان بود، عرب نبود. حضرت مولوی رومی می گوید اسود از توحید احمر می شود. این اشاره به حضرت بلال بود. حضرت بلال در رنگ، در صورت هیچ زینت و زیبایی نداشتند، لیکن حبیب خدا بلال گفت فقط از آن تو میدهی، فقط از آن از توست. اسود از توحید احمر می شود. حضرت مولوی میگوید ببین اسود گفته سیاه را میگویند، احمر گفته سرخ میگویند. عرب ها را بسیارتر سرخ پوست میگویند. میگوید انامین اسود، انامین سیاه پوست وقتی توحید برای خود اختیار کرد، وقتی خدا شناس شد، وقتی قرآن شناس و پیغمبر شناس کی شد، ویم احمر شد، ویم عرب شد. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. و خیش فاروق و خیش حضرت عمر شد، خیش حضرت ابوذر شد، به خاطر که وی توحید داشت، به خاطر که وی قرآن داشت، به خاطر که وی محب الله بود. که وقتی او را مشرکای عرب عذاب میکردن به جز کلمه احد از زبانش چیزی نمی برآمد. حبیب خدا نگفت تو از حبشیستان هستی، نگفت تو سیاه‌پوست هستی، تو جدا. حضرت سهیلی از روم بودن، حبیب خدا نگفت تو از روم، تو از ملک عرب نیستی، برای تو جدا اینجا جا نیست برای تو. نگفتن، حبیب خدا جدا نکردن.
حضرت سلمان از ایران بودند. حبیب خدا برای خود و یار، برای خود و همصحبت دوست انتخاب کرد. این بود فعل پیغمبری خدا. مردم جدا نمی کرد، تو کلابی و تو حصاری و تو غرمی. والله که من نمیدانم من کجاگی هستم. من تاجیک هستم، من از تاجیکستان هستم. ما نمیدانیم این چیزا. و همیشه مسئولیتم همین است که باید آن علمی را که خدا به من داده است اگرچه اندک است، از همین اندک مردم استفاده برند. این از وظیفه من. افسوس که همون برادری، من میدانم که این ایشانه که اگر این سخن گفته باشد ایشانهای خوب بسیار داریم، ما ایشانهای عالم و ایشانهای خداتر زیاد داریم، لیکن در بین ها بعض جاهل هاشان وجود دارد. بعض جاهل هاشان وجود دارد. حبیب خدا در مدینه منوره بالای اشترچی گفتند یا ایها الناس، ای مردم. خطاب به تمام مردم است، همه ملت دنیا. حبیب خدا به تمام دنیا مراجعت دارد، چه ایشان است، چه شیخ است، چه سیدزاده است، چه داملا است، چه مولوی است، چه آدم عادی است، همگیش است. یا ایها الناس ان ربکم واحد. یقین دانین گفت خدای همه شما یک خدا هست. یک خدا داری تو، یک خدا داری. و ان آباکم واحد. یقین دانیم پدری شما یک پدر است، حضرت آدم علیه السلام. حبیب خدا را ببین، خدای همه شما یک خدا هست، پدری همه شما یک پدر است. الا حبیب خدا با آگاه باشید، گوش اندازید. گفت لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی احمر ولا احمر لاسود. پیغمبری خدا را بینید، یقین دانین گفت عرب بالای مردم غیر عرب با عرب بودن شرف ندارد. مردم غیر عرب، چی تاجیک است، چی تاتار است، چی ترک است، بالای مردم عرب شرف ندارد. سیاه‌پوست بالای سرخپوست، سرخپوست بالای سیاه‌پوست شرف ندارد. حبیب خدا چی شرف چیست؟ شما مردم به نوع به سارت تقسیم نکنید. گفت پیغمبری خدا عرب سارت یکم، فارس سارت دویم، ترکش سارت سیوم. به سارت به نوع مردم تقسیم نکنید. هیچ کدام شما در شرف اینت از اینت بالاتر نیستین. گفت پیغمبری خدا. ببین در دوام حدیث چی گفتن؟ الا بالتقوا. شرف شما در نزد پروردگار آن زمان پیدا می شود که تو اگر از خدا بترسی، تو از پروردگارت بترسی، تو نوع یکم در نزد پروردگار هستی. یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا میگوید در نزد من از همه دیده، ببین ملت جدا نکرد پروردگار، از همه دیده در نزد من آن کسی قدر دارد که از من میترسد. برادرای عزیز و گرامی، به همه شما مراجعت میکنم، به همه طایفه، به همه نوع مردم، از خدا همگی من ترسید. خدای ما یک است، پیغمبر ما برحق است، کتاب ما یک است، دین ما یک چیز است. همگی ما از پروردگار ترسید. مثل همون آیت قرآن میگوید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. ای برادر عزیز،
الله میگوید آن چیزی که بین زمین و آسمان است از من میترسد. هر چیزی که بین زمین و آسمان وجود دارد، چوبه ها میترسند، درخت ها میترسند، زمین میترسد. الله اشاره دارد شما هم از خدا بترسید. پروردگار به همه چیز قادر است. از خدا بترسید. ما باید به خدا ترسیمان افتخار داشته باشیم. ما با خدا ترسیمان در نزد خدا قدر و قیمت پیدا میکنیم. این نشانه خدا ترسی نیست. زمان ما محلگرایی میکنیم، زمان ما مردم جدا میکنیم، این والله که خدا ترسی نیست. از خدا ترسیم. از خدا ترسیم. به خدا نیکی های زیاد من می آید، خوشبختی های زیاد برای ما و شما پیدا می شود. او قصه یادم آمد که ایشان اینجا میگذاریم، مثل که دشمنی که این برادر به اهل علم دارد، حالا که ما والله که همش دوست می‌داریم، از برای خدا دوست می‌داریم، برای خدا احترام می‌کنیم. برای من موعظه کردن در همین مسجد خودم کفایت می‌کند. وظیفه‌ام در همین جمع انجام یافته ایستاده است. شرط نیست که من مثال در هر یک معرکه ها اشتراک کنم. اگرچه بیچاره خواهش دارند، به همین جا 100 200 300 کیلومتر طی میکنن میآیند، چگونه من سخن امر رد کنم؟ یکی از دشمنهای سرسخت رسول اکرم ابو جهل بود. ابو جهل. میخواهم یک قدرت خدا را برای شما بیان کنم از این قصه که حضرت مولوی رومی بیان میکند. سنگها اندر کف ابو جهل بود، گفت ای احمد بگو این چیز زود. ابو جهل لعین در مشتش چند دانه سنگ گرفت و پنهان کرد. برای پیغمبر خدا را سنجیدن. در بین مردم حبیب خدا را چی میگوید؟ گفت ای احمد بگو این چیز زود. گر رسولی چیز در دستم نهان، گر خبر داری ز راز آسمان. اگر تو رسول باشی، اگر تو دعوای حقیقی پیغمبری داشته باشی، تو فرستاده خدا به سوی خلق باشی، جبرائیل پیش تو می آمدگی باشد، کنی خبر ده در دست من چی است؟ دست ها محکم پوشیده. رسول اکرم در بین مردم همه منتظر از رسول اکرم چی جواب می آید. گفت چون خواهی بگویم کان چی هاست، یا بگویم آن که ما حقیم وراست. رسول اکرم چی پیشنهاد خوبی کردن. گفتن ای ابو جهل میخواهی که گویم که در دست تو چیست؟ گفت بله. گفت میخواهی که آن چیزی که در دست داری همون شهادت دید که من رسولی بر حقم؟ میخواهی؟ اینش که آسانتر است. من برای تو بیان میکنم در دست تو چیست. لیکن اگر خواهی آن چیزی که در دست داری برای برحق بودن من همونها زبان پیدا میکنن شهادت بدهند. میخواهی همینه؟ گفت بو جهل این دوم نادرتر است. بو جهل گفت بسیار اینش گفت کمچین است. گفت های گفتن خودت گفت میلش، لیکن اینها وقتی که شهادت دهند اینش تعجب آور است. گفت همینشا میخوام. گفت همینشا میخوام که آنچه که در دست دارم زبان پیدا کنن و شهادت دهند که تو رسولی بر حقی. گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق بر این قادرتر است. حبیب خدا گفت ای ابو جهل تو معرفت نداری، تو فرهنگ نداری، تو انسان کامل نیستی. افسوس گفت این چیزی که تو پیشنهاد داری در نزد قدرت پروردگار من پیدا کردن این هیچ قدری ندارد. گفت
تو به قدرت خدا شناس نیستی. گفت همون خدایی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. در سوره زنبور، در سوره نحل پروردگار چی میگوید؟ رسول اکرم گفت تو از همان خدایی که میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم، من آن پروردگاری هستم که شما را ای مردم از شکم مادر بیرون برآوردم. من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما چیزی را نمیدانستین. وقتی من شما را به دنیا آوردم شما هیچ خیرت نداشتین، شما عقل و تمیز نداشتین. مرغک از تخم برآید روزی طلبد، آدمی بچه ندارد خیرت و عقل و تمیز. شاعر میگوید ای مردم، میگوید ببین از شما در دیده یک چوجه مرغ با عقل از درون تخم میبراید، زمانی از تخم میبراید در حال از پای رزق روزیش میشود، فهم شبین. لیکن آدم وقتی تولد میشود نمیداند رزق چیست، تمیز ندارد، فهمیش ندارد. پروردگار گفته لا تعلمون شیئا، من وقتی شما را از دامن مادر بیرون پرتافتم شما عقل نداشتین، شما فهمیش نداشتین، شما معرفت نداشتین. والله جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خدا گفت من بودم آن پروردگاری که برای تو گوش دادم، من بودم آن پروردگاری که برای تو چشم دادم، من بودم برای تو پروردگار که این عضوهای تو را دراز کردم، این عضوهای تو را راست کردم تا که تو عبادت پروردگارت را کنی، تا که این گوشها و این چشمها و این دستها را در عبادت پروردگارت صرف کنی. برای دروغ گفتن، برای غیبت کردن، برای مردم از ظلم کردن، برای بیرحمی ما تو را نفرستادیم، این اعضاها را برای اون ندادیم. یک برادر امروز سوال میکند که یک حاجی از یک برادر قرض میگیرد، میگوید که من دوام 3 روزه پولی تو را برقرار میکنم، لیکن چی است؟ لیکن از بین چند روز میگذرد قرآن بزنم، شریعت زنم، میگوید که من پولی تو را برقرار میکنم، لیکن پول برقرار نمیشود، ساعتی وعده کردگی وفا نمیشود. آیا خدا این چشم و این گوشه برای این داد که بندگان خدا را فریب کنی؟ تو حاجی شده شرم نمیداری؟ چگونه من در راست تو نگویم که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد؟ این حضرت سعدی گفته. چخیل من در راست تو بر این حاجی نگویم این مصرع‌های بهترینه که حضرت سعدی گفتند. بد اصل گدا چو خواجه گردد ننکوست، بد اصل گدا چو خواجه گردد ننکوست، مغرور شود نداند از دشمن و دوست. گر دایره کوزه ز گوهر سازند از کوزه برون آورد که دروست. این گوشها را پروردگار گفت من برای فریب مردم ندادم، این چشمها را برای خیانت ندادم، این زبانها را برای غیبت و فریب کردن مردم من ندادم. تو چیزی را نمیدانستی. رسول اکرم گفت ای ابو جهل، این در نزد پروردگار من هیچی نیست. گفت بهجل این دوم نادرتر است. گفت آره حق بر آن قادرتر است. مردم همه نظارت دارند، مردم همه گوش دارد، مردم همه گوش ها به سوی مشت ابو جهل است، کنی از اونجا چی صدا می براید. زمانی بود مهربانی پروردگار نسبت رسولش بیدار شد، از میانی مشت او هر پاره سنگ ها داشت، از میانی مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد دید و رنگ. لا اله گفت الا الله گفت، گوهری احمد رسول الله سوفت. از میان مشت هر یک سنگ لا اله الا الله
محمد و رسول الله گفتند. همه سنگهای مشت ابو جهل. چون شنید بوجهل، چون شنید از سنگها بوجهل و این، زد ز خشم سنگها را بر زمین. ابو جهل که این صدا را از سنگها که شنید، از سنگ بیجان وقتی شنید، در حال غضبناک شد و این سنگها را در زمین زد که شما هم حق نیستین. قدرت پروردگار را ببین. حضرت مولوی خدا رحمتش کند رومی میگه رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول اکرم از بالای چوب خرما منبرای ما واری زیبا نداشتند. از بالای خود خرما، چوب خرما میبرآمد مردم موعظه میکردند. وقتی منبری نو برای پیغمبری خدا ساخته شد، حبیب خدا آن کنده خرما را ترک کرد، بالای این منبر برآمد. همون چوب بیجان، همون چوب بیعقل، صحابای پیغمبر میگوید مثل کودک گریه میکرد که حبیب خدا از بالای من پایان شد، حبیب خدا مرا ترک ساخت. همون چوب گریه میکرد. حضرت مولوی گفتن ببین رسول را استونی حنانه بشناخت، همون یک چوب بیعقل پیغمبر را شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. لیکن ابو جهل آدم بود و بازم آدمش چی بود؟ دشمنی کرد. من چی گفتنی هستم؟ این برادری که از ما تکلیف دارد، همون برادرای پیشواهایی که دارین، از خدا بترسین. خدا بسیار قدرت بلند دارد. شما همگی کوشش کنین که ما همه یک جایه باشیم، یک جایه مردم از ضلالت و خرافات و بدعت و گمراهی مردم نجات دهیم. در بین ما و شما باید جدایی نباشد. خدای ما یک است، پیغمبر همه ما و شما یک است، قرآن همه ما و شما یک است. آن ناکسان که فخر به اجداد میکنند، چون سگ به استخوان دل خود شاد میکنند. محمد صاحب ایرانی میگوید هر کسی به اجدادش فخر میکند، هر کسی من فلانی هستم گفته در بین مردم خودش معرفی میکند، چون سگ به استخوان دل خود شاد میکند. مثل یک سگی که یک استخوان مییابد به همو افتخار میکند. از این خاطر برادر عزیز و گرامی، قصه مولوی جنون خان معدن حاله، یک قصه از رسول اکرم بین فاطمه هست. همین خواند انشاءالله من باوری دارم هر ایشان و شیخی که باشد باور که بیدار می شود، بیدار می شود. بر روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار، به سوی فاطمه ای امت الله، بترس از ذکر حق، بترس از حق، بگو ذکر آگاه. ببین روز فاطمه را میگوید حبیب خدا گفت ای فاطمه، گفت از خدا بترس، گفت همیشه ذکر پروردگار را بکن. دخترشون فاطمه را، ولی کجا چند پشتی او را گویم؟ دختری پیغمبری خدا، دوستدار یکی از دخترهای دوستدارش. من نازکی پیامبر زاده ام، من میان بندگان آزاده ام من. حضرت مولوی میگوید یکی مبادای ای فاطمه، نه نازی که من دختری پیغمبری خدا هستم، هیچ وقت نناز، میان بندگان آزاده ام من. با فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه فردا از عملت میپرسند، فردا از شرم و حیا میپرسند، فردا از عبادتت میپرسند، از زاده کی، پدرت کیست، از اینا نمیپرسند. حضرت مولوی گفتند، رسول اکرم گفتند مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کار دشوار. ای فاطمه به من تکیه نکن که قیامت بسیار روزی سخت است. در آخر حضرت مولوی میگوید چونین گفت آن سعید فقر خاتم، تو باشی از نسب میلافی هر دم. و حبیب خدا نسبت دخترش اینه میگوید تو باشی از نسب دارید مینازی. به این خاطر ما نازی به این نداشته باشیم، فقط به خدا ترسیمان در نزد مردم افتخار داشته باشیم، فخر کنیم. انشاءالله این ما و شما نجات میابیم. لیکن این برادری که به من مراجعت کرد، ما کو
و ایشان میخواهد نمیخواهد ما قبول کردیم، ما میریم همونجا انشاءالله باز همون داملا را میبینیم، قطعش انشاءالله صحبت هم میکنیم کنی ما مثال چی زلال و چی خلال آوردیم که مثال ما را نمیخواهد. ما را حکومتدارا میخواهند و پیشوا نمیخواهند. حکومتدارا ما را سلام میدهند، حکومتدارا ما را احترام میکنند، همه اونا بیچاره از ما دعا میگیرند همون جایی که من میرم. پیشواها نمیخواهند. خودتان خلاصه برارید. برای همین خدا هدایتشان کند، خدا توفیقشان دهد. خداوند همه حسد و کینه را از دل اونها دور کرده، در جای این حسد و کینه محبت و اخلاص خدا جایگیر کند.